سلام و درود مجدد دوستان عزیز. یه روز دیگه اومدیم با هم بریم بیرون یه دوری بزنیم. گفتم که اینجا رو هم بهتون نشون بدم، لذتشو ببریم. حیف که فصلشون کوتاست ولی واقعا زیباست. دلم نیومد که اینا رو باهاتون شیر نکنم. امروز هم با هم میریم یه گشتی توی شهر میزنیم، دور و اطراف رو با هم میبینیم، ببینیم کجا میریم. بدون فوت وقت میریم که ستارت بزنیم. امروز آخر هفته است، بازی آخر هفته دیگه. هوا هم به نسبت خنکه. الان فکر کنم 12 درجه است، 12 درجه است. سر ظهر هم از یه باد خنکی میاد. بریم ببینیم امروز کجا میریم. الان بریم بانجی رو به سمت شمال. این درختای گیلاسشون واقعا شکوفه های گیلاسی که پر شکوفه میشه. اصلا من نمیدونم چه نوع پیوندیه. اینا فکر کنم از ژاپن آوردن، مال خود ونکوور نیست. پر شکوفه. سر تا سر بلوار گیلاس. البته هیچ میوه‌ای که نمیدم، فقط برای زیبایی، محصولی ندارم. در همون محصولش زیباییه. خب گفتیم حالا که اینجا نزدیکیم به دیر لیک، امروز یه سر ببرمتون دیر لیک رو با هم ببینیم. دیر لیک یکی از لیک های بزرگ
شهر برنابیه. جای باحالیه، یه لیک بزرگیه، دریاچه بزرگیه. امروز هم که روز تعطیله خب خیلی از آدما میان اونجا برای حالا پیکنیک و قایق سواری و پیاده روی و ماهیگیری. فکر کنم حتی یه فصلایی هم ماهیگیری هم میکنن. کلا جای باحالیه. اسم این خیابون هم خیابون دیر لیکه که حالا از اینجا شروع میشه. ما الان توی ویلینگدونیم. کلا شما تو ونکوور بخوایم بیرون برین بی جا نمیمونین، انقدر از این پارک ها و جنگل ها و این مدل تفریحگاه ها رو داره که دور و برتون یه گوگل بکنین کلی جا پیدا میکنین. این واقعیتش یه مزیت خیلی خوبه. و خب البته بماند که خب تایمی که شما میتونین استفاده کنین کوتاه دیگه، یعنی شما بهار و تابستون بیشتر ندارین. معمولا بقیه فصل سال یه مقداری خاطر بارندگی زیاد و سرما خب خیلی نمیشه ازشون استفاده کرد. ما افتادیم توی خیابون کانادا وی. در واقع یه جورایی خیابون اصلی خورد. از اینجا هم میخوره به اتوبان نامبر 1. خب اینجا هم در واقع میشه لیک. ما اینجا هم در واقع میشه لیک. 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 اینجا هم در وا
یه پارکینگ کوچولو اینجا داره، بریم ببینم جایی پیدا می شود. بله جا فراوان است. نمای لیک رو براتون بگیرم قبل اینکه پارک کنیم. ما موتور رو پارک کردیم. این محوطه
پارکینگشه، حالا بد نیست، آدم ها قایقاشون رو آوردن. مسیر پیاده روی داره، شما از این بر یه مسیر چوبی ساختم، بذارین با هم بریم. حالا کل لیکو نمیریم ولی تا یه قسمت رو با هم بریم. بذارین یه بار دیگه بیاییم برم با هم ببینیم. مسیر از همینجا شروع میشه، دور کل لیکو میتونین بزنین و یه تقریبا فکر کنم نیم ساعت 40 دقیقه زمان میبره اگه بخواین کل مسیر رو پیاده برین. و یه سری رستوران و حالا یه قسمت هم برای مراسمات و اینا هم دارم توی خود پارک. طبق رسم همیشگی یه سری قوانین رو اینجا نوشتم در مورد گونه های زیستی اینجا، یه سری توضیحات دادم که فعلا با اونا کاری نداریم. مسیر درست کردم برای پیاده روی، یه قسمتایی میتونین لوکیشن های خاص درست کردم واسه عکاسی، حالت اسکلتور، میتونین برین وایسین و عکاسی کنین. موقعیت من خیلی راستش مناسب پیاده روی نیستش، الا میبردم امروز کل مسیر رو با هم دیگه ببینیم. ببینیم همون خونه هایی که گفتم یکیش هم اینجا یه رستورانه، حتی عروسی هم اینجا برگزار میکنن، این شما میتونین هماهنگ بکنین مثل مراسم عروسیتون اینجا بیاین و از غذای اینجا استفاده بکنین. یه خورده جلوتر که میرین کلا یه سری خونه ها دقیقا دل همین جنگله و خیلی عجیبه، یعنی که مثلا خب چطور خونه ها رو اجازه دادن بعد این همه وقت که توی همچین فضایی یه پارکینگ هم اون برداره، زل غربی داره، در واقع الان قسمت شرقی پارکینگ. شما میتونید از این مسیر بیاین و به پارکینگ اون برم دسترسی داشته باشید. یکی از رودخونه هاست، رودخونه که آبیه که میاد توی این دریاچه داره از اینجا خارج میشه. میکروفون رو درارم صداشو واضح تر بشنویم.
اینم خود منم خورده شرایطم میگم شاید حالا توی روزهای آینده بیام و کل مسیر رو بهتون نشون بدم یا ویدیوهای مجزا ازش درست کنیم. کنم فصل ماهیگیری هم هست. دوستمون اومده برای شکار. اینجا میتونین بیاین قایق هم اجاره بکنین. قایقای پدالی دارن، میتونین بیاین بگیرین برین توی دریاچه و لذت ببرین. من خونه اونجا رو اگه ببینید توی تصویر، ویو مستقیم دریاچه رو داره توی دل جنگل یا اون خونه های بالا. خب من ویدیو رو قطع کنم برسیم به موتور و ادامه برنامه‌مون داشته باشیم. بریم مسیر برگشت و کوچه پس کوچه های اینجا رو هم با هم دور بزنیم. سر ظهر شده، هوا قشنگ گرم و دلچسبه. غذا رو میبینین اون بالا؟ یه کارتون بود دوره بچگی های ما، نیلز و کروک. پسر سوار قاز میشد، از همین قازا بودن. سر کله بستنی فروش هم پیدا شد و خوشحال کرده بچه‌ها رو. فکر کنم اینجا بنبسته، زده نو اکسیت. بریم حالا یه دور با هم بزنیم. به موقع قصد خرید خونه توی برنابی رو داشتین میتونین اینجا رو در نظر بگیرین اگه دوست دارید نزدیک دریاچه باشین. خب اینجا هم که زده private driveway. پیاده میشه رفت ولی با موتور و ماشین یه مسیر شخصیه. یه بری میره. میتونیم یه مسیر داخل خود پارکینگ دریاچه هم بریم ببینیم. این همون رستوران است که از اونور بهتون نشون دادم، ورودیش از اینجاست. البته از این مدل رستورانای توی پارکاشون اینجا انگار مرسومه دیگه. توی استنلی پارک هم همچین سیستمی هست، شما میتونین برین اونجا رستوران برای مراسماتون، عروسی یا حالا هر مهمونی
رزرو کنین و از فضای اونجا هم استفاده کنین. اینجا هم یه پارکینگه، میتونید بیان اینجا پارک کنین. سایت بزنید باشید بمونید. رسیدیم به خیابون دیر لیک. با هم بریم یه سر تا متروتون. فکر کنم بد نباشه، همین نزدیکی ها هستیم. متروتون در واقع مرکز اصلی شهر برنابیه. پاساژی که داره مشتاق خرید می‌کنم تجاریه. میبینین همه دور و اطراف اینجا فقط جنگله. تو دل جنگل ها که خونه میبینین. اگه دوست داشته باشی توی همچین محله هایی زندگی کنی، که البته دسترسیش هم خوبه. شما میگم الان با هم میریم میبینیم به متروتون کمتر از 10 دقیقه است. شما ماشین داشته باشی راحت خرید بخوای بکنی، چون همچین جاهایی شما مغازه و فروشگاه دور و برتون نیست. بدون ماشین یا حالا وسیله نقلیه، هرچند سیستم حمل و نقل عمومی ونکوور واقعا سیستم منظم و مرتبیه، همه جا هم شما دسترسی دارید، ولی خب مسلما راحتی ماشین رو نداریم دیگه، همیشه هم در دسترس نیست. در واقع الان توی متروتون، توی مرکز خرید بریم با هم. خیابون کینگزوی هستیم. خیابون کینگزوی از خود دانتان ونکوور شروع میشه و همینجوری ادامه پیدا میکنه میره تا فکر میکنم 2-3 شهر اون برتر. شما این کینگزوی رو میبینید که ادامه داره. خب اینجا یکی از ورودیاییه که میخوره به همون مرکز خرید متروتون. شبا هم اینجا که رستوران ها شلوغ و محله شلوغ میشه. کاکتوس کلاب و ارزو. پارکینگ متروتون یکی ورودیش اینجاست.
حالا ما اگه بشه همینجا پارک میکنیم، داخل پارکینگ نمیریم. دوستمون داره میره. خب یه لحظه اینجا بشینیم. خب دوستان، ما همین پارکینگ غربی متروتان پارک کردیم. پارکینگ زیرزمین یا همون آندرگراوند هم داره که در واقع پارکینگ اصلیش اونجاست. چند طبقه پارکینگه و شما میتونید تا 3 ساعت پارک کنید. منتها اینجا خب اگه یه خرید کوچولو داشته باشین در حد 1 ساعت میتونین از این پارکینگ استفاده بکنین. سر ظهر آخر هفته است. تقریبا میتونم بگم شلوغه به نسبت. هوا هم خوب شده دیگه. ما هم دیگه یواش یواش برنامه رو هم اینجا قطعش میکنیم. لطفا بهم بگین اگه جای خاصی دوست دارین ببینین یا جایی رو خودتون رفتین میدونین زیباست برای ویدیو گرفتن. لطفا بهم بگین. با امید دیدار تک تکتون تو برنامه‌های بعدی. روز خوبی داشته باشین و موفق و پیروز باشین. فعلا خدا نگهدار.